دعوت حق برای اوست و کسانی که مشرکان جز او میخوانند هیچ جوابی به آنان نمیدهند مگر مانند کسی که دو دستش را به سوی آب بگشاید تا آب به دهانش برسد، در حالی که آب به دهان او نخواهد رسید و دعای کافران جز بر هدر نباشد. و هر که در آسمان ها و زمین است، خواه و ناخواه، با سایه هایشان بامدادان و شامگاهان برای خدا سجده می کنند. بگو پروردگار آسمان ها و زمین کیست؟ بگو خدا. بگو پس آیا جز او سرپرستانی گرفته اید که اختیار سود و زیان خود را ندارند؟ بگو آیا نابینا و بینا یکسانند؟ یا تاریکی ها و روشنایی برابرند؟ یا برای خدا شریکانی پنداشتند که مانند آفرینش او آفریدند و در نتیجه این دو آفرینش